در آینه بدخشان. بت نامهربانم مهربان گردید می ترسم. بت نامهربانم مهربان گردید می ترسم. مبادا بشنود چرخ کهن آهسته آهسته. نویسنده متن موسی رادمنش، خوانش و دکلمه گوهر صدا و سخن نبیله همایون، تهیه و تدوین کلیپ انجینیر ظاهر توریال. ولایت زیبا و تاریخی بدخشان یکی از 34مین ولایت افغانستان که در شمال شرقی کشور موقعیت دارد می باشد. بدخشان از سطح بحر 1800 متر ارتفاع داشته و 28 ولسوالی فعال دارد. مرکز آن شهر زیبای فیض‌آباد می باشد. دریای خروشان کوبچه فضای شهر را گوارا و معطر ساخته است. فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان با 3 کشور پاکستان، چین و تاجیکستان هم‌مرز است. بدخشان قدیم یعنی امارت بدخشان میان تاجیکستان و هندوستان قدیمی و ترکستان چین تقسیم گردید. بدخشان از لحاظ تاریخی نقش بس مهم در گذشته‌های دور داشته است. زمانی که اولین مدنیت‌ها در کشور ما پدید می آمد، بدخشان یکی از سرزمین‌های پیشکسوت آن می باشد و آنگاهی که 4 اطراف مهم جنوب دریای آمو به منظور اساسگذاری بدخشان امپراتوری کوشانی متحد شدند، از آن پس بدخشان نقش بس مهم را بازی کرده است. ساحات مهم تاریخی شهرستان یا ولسوالی‌های این ولایت هستند که در تاریخ کشور ما نقش بارز دارد. یکی از این شهرستان‌ها بهارک است که ساحه این شهرستان سرسبز و شاداب دارای نمای زیباست. این منطقه را به نام بهارستان یاد کردند. چنگیزیان با قشون خود یورشکنان به این محل رسیدند و همه داشته ها را به خاک و خون کشیدند و از آن زمان به بهارک مسمی شد. درواز و شغنان بدخشان در کنار اهمیت تاریخی خود از جمله ولایات کوهستانی بلند بوده که مشهور به بام دنیا می باشد. مردم بدخشان اکثراً به زبان فارسی دری و بیشتر با لهجه‌های شغنانی و دروازی که در منطقه مروجاً سخن می‌رانند. دسک خوشرویت بزیبت ماه توبینم نوینج گل فنا اما تو دستور ارگلستانم نوینج یه توپیت اکدس سفید رخت که زمینه خیر جنوب مست تپل که استانو رانتی نمایانم نوینج از بزیبه نقلیه نه لذت خوبنون درون اتو دستور یک زمین تاریخ خوبنون نمینج لال کوهستان جنوب نیست بیده دنیا تیجو دفترو شندین جنوب لال بدخشانم نمینج
در کنار آبیده تاریخی میریار بیگ قرار داریم. امیران بدخشان در این مدت که دو امپراتوری در جنوب غرب افغانستان و یک امپراتوری در شمال ساحاتی را تصرف میکردند، در حوزه بدخشان و اطراف و اکنافیان حکم روایی داشتند. آخرین سالهای میریار بیگ تصادف میکنند با زمانی که در کندهار قیامی به رهبری میرویس خان هوتک علیه صفوی ها آغاز شد. این زمان صفوی ها به صورت کل نه تنها که محو شدند بلکه تحت تصرف امپراتوری هوتکی ها قرار گرفتند. اما باز هم خانواده میریار بیگ و نسل های از این خانواده تا زمانی احمد شاه بر این حوزه حکم روایی داشتند. در زمان احمد شاه هم بنابر مفاهمه و مراوده صمیمی بین آنها به نحوی بر این حوزه حکم روا ماندند تا زمان عبدالرحمن خان که این خطه بدخشان و ساحات سرحدات افغانستان در شمال با روسیه تزاری، در ایران با افشاریه و قاجاریه و در جنوب با انگلیسان هندی یا هندوستان انگلیسی سرحدات تعیین می شدند. تا او زمان این خانواده حکم روایی داشت. تفاوت در دو مرحله نیاز هست. یک، زمانی که شاه ولی خان قماندان، یکی از قماندانان مشهور احمد شاه ابدالی به این سرزمین رسیدند بدون جنگ و بدون مزاحمت، با اونا از در مصالحه و مفاهمه پیش آمدند و حکومت مرکزی افغانستان را پذیرفتند. سلسله پادشاهان خانواده میریار بیگ در بدخشان است که اینا حکومت مستقل خود برای مدت حدود 200 سال داشتند. این آدم مدت 50 سال بر حکومت مستقل بدخشان پادشاهی کرده که ساحه قلمروی از او از گلگیت و گنجوت و کشمیر تا کوههای ارگنک و از جنوب دریای آمود تا دامنه های شمالی هندوکش این منطقه بود که زیر اثر از جا بود. خوست فرینگ، بغلا، خنجان، دندغوری، همه از جا تا دامنه های ارگنک حکومت از جا بود. و از این خانواده حدود بیشتر از 20 امیر و پادشاه حکومت کردند بر بدخشان که آخرین از اونا میر محمود شاه عاجز پدر مخفی بدخشانی بود، شاعره نامداری که همگی او را میشناسیم. این جزء مهمی از تاریخ و ادبیات افغانستان است. به او خاطر بسیار ضرور است که ما شخصیت‌های خدمتگار و جامعه را که اینا نه تنها پادشاه بودند، شاعر پرور بودند، درباری از اینا مشهور از شاعر و ادیب و دانشمندا بود تشویق میکردند. حتی از ایران، از ماوراءالنهر بسیار مردم ها می آمدند در درباری از اینا خدمت میکردند. یعنی شبی نظامی که در غزنه سلطان محمود غزنوی ابو نصر مشکان ایجاد کرده بودند، شاعرها را جمع میکردند، این هم به سهم خود امی کار میکرد، چون بدخشان یک معبری بود بین دو حوزه زبان فارسی که حوزه اولی از او ماوراءالنهر بود، بخارا، سمرقند. مردم از زمین دهلیز می آمدن به چترال به هند می رفتن. به اون خاطر تصادفی هم نیست که خیلی آدم ها علاقه گرفتن که اینجا باقی بمانند.
ریشه در تاریخ داریم، در ارزش‌های تاریخی داریم و یک نمونه است که این یک پادشاهی است که 200 سال خانواده یزدی بر بدخشان حکومت. دولت ما کوشش بکنه که این آبیده های فرهنگی را یا آثارها را مرمت بکنه، زنده بکنه، نگاه بکنه. چرا میراث های فرهنگی شریک بشریت هستند؟ مثلا آثارهای بتای بامیان، مثلا در هده در جلال آباد شما که تشریف ببرین و در سرخ کوتل بروین، هر جایی که میبینین مدنیت های عمومی است که به بشریت تعلق میگیره، تنها به ما نیست. بیانی از این معنایش است که ما با یک تمدن عمده جهانی ارتباط داریم. اولادها و نسلهای آینده ما بفهمه که صاحب چه سرزمین چه تمدنی هستند. خود مردم بدخشان و تمام مردم افغانستان در مورد آثار تاریخی، آبادات تاریخی و باستانی باید بدانند که مملکت افغانستان آثار تاریخی زیاد داره تا در جنگ هایی که چندین سال بوده و ایران شده و ما بتانیم اونا را شناسایی کنیم و بتانیم که دوباره مرمت و بازسازی بکنیم. این ولایت با داشتن سنگ‌های قیمتی چون لعل و لاجورد شهرت بسزا دارد. معدن لاجورد افغانستان دارای بهترین و با کیفیت ترین لاجوردها در سطح جهان است که در معدن کران و منجان در میان کوههای سر به فلک کشیده هندوکش واقع گردیده است و لاجورد آن با رنگ‌های تیره و مرغوب آبی و سبز روشن است و دیگر ثروت‌های طبیعی در منطقه نه تنها عامل فرصت‌های تجارتی بوده بلکه موجودیت چنین معادن با ارزش باعث ناامنی و بی‌ثباتی در بدخشان نیز شده است. بدخشان زادگاه شخصیت‌های فاضل، مبارز، ادیبان و شاعران بلند آوازه‌ای بوده است و خردورزان و اندیشوران فرهیخته در دامانش پرورش یافته است. از آن جمله شاعره هوشمند بانو مخفی بدخشی است که از جمله اعضای خانواده امیران بدخشان می باشد. اینک یک نمونه شعریش را برایتان تقدیم می کنیم. خط آمد بر رخت ای سیمین تن، آهسته آهسته برون شد سبزت گرد چمن، آهسته آهسته. ببین ای باغبان گل کرد آن حرفی که وی می گفت، نسیم صبح در گوش چمن، آهسته آهسته. بت نامهربانم مهربان گردید می ترسم، مبادا بشنود چرخ کهن، آهسته آهسته. بصد افسون چون طفلی را بفریبند با شکر، دلم را برد آن شیرین سخن، آهسته آهسته. فدایت جان من قاصد، چو بردی نامم سویش، زمانی هم بگو احوال من، آهسته آهسته. خوشا سیر بهار و قندهار و دوستان با هم، که می گردیم در گرد چمن، آهسته آهسته. نبودی گر سر آزردن مخفی چرا گفتی، نبودی گر سر آزردن مخفی چرا گفتی، سخن با مدعی در انجمن، آهسته آهسته.
از یار دیرینه و رفیق پارینم جناب استاد گرامی ضیا حافظی بدخشانی پیرامون وضعیت امروزه بدخشان پرسیدم که چه نگاه دارند. مختصراً چنین بیان داشتم: بدخشان کهن، سرزمین لعل و لاجورد، سرزمین فرزندان سلحشور و مبارز و دانشمند، همیش در مبارزه و پیکار با جهل و با تجاوز بوده است. بدخشان در طول تاریخ همیشه آماج تجاوزات و لشکرکشی ها بوده. این مردم با همه داشته های مادی و معنوی شخصیت های بزرگ همیشه در تیر روزی، در بدبختی، در مضیقه، در مشکلات بسر بردن. امیدوار هستم که فعلا فرزندان نامی خطه بخصوص جوانان کمر همت بربندند و با درس گرفتن از گذشته ها در جهت طرد تجاوز، در جهت تأمین عدالت و برادری و همدیگر فهمی کمر همت بسته بکنند. ایدئولوژی زدگی چپ و راست کنار بگذارد و فقط به معنویت و انسانیت فکر کنند و پیشگام شوند تا همه کشور از بدبختی، از این حالتی که در اون کشور جریان داره، نجات بدن. مردم علم پرور و آزاده بدخشان هماهنگ با خروشندگی امواج دریای کوهچه در مناسبت‌های موسمی و ورزش‌های آبازی، پهلوانی، اسب سواری و بزکشی و خوانش اشعار نقص در لابلای موسیقی و وسیله آوازخوانان مشهور محلی همچون آدینه محمد مشهور و بازگل بدخشی پدر موسیقی فولکلوریک، در محمد کشمی، فیض محمد منگل جرمی و پسرش استاد میر مفتون و دیگر محلی خوانان که با آواز دلنشین و نواختن موسیقی محلی چون دنبوره، قیچک، دف، زیر بغلی، چنگ با نوای هنرمندانه‌شان اجراهای نشاط آوری در خاطره ها و یادگار می گذاشتند که یاد و خاطره هایشان گرامی باد. دوستداران هنر و فرهنگ، بزرگواران گران ارج، تا نفس در جان داریم سعی به عمل آوریم، با قوت تمام و سوی خردگرایی گام‌های استوار برداریم. تا هیچ کس نباید جلو خرد ورزی و خرد اندیشی را بگیرد و با اراده قوی آنچه بیان می داریم متحدانه و صادقانه و عمل آوریم. با حرمت.